جورابک توکوبویوی قبرکن سالهای طولانی در گورستان پاسبان بود. بعداً او را از کار آزاد نمودند و آرامگاه بدون نظارت ماند. چند روز پیش سنگ‌های بالای قبر پدر و همسرش را ویران کردند. حالا قبرستان را کسی نگاهبین نمی کند. در اینجا هر کاری خواهند انجام می دهند. بهار در اینجا سوختار شد. خرابکاری را در قبرستان نخستین شده چوپان‌ها مشاهده کردند. آنها در این باره به مردم محله و مقامات انتظامی خبر دادند. به حساب شاهدان در مجموع 51 سنگ مزار بیجا کرده شده است. پلیس در پی این حادثه گمانبر را دستگیر کرد. در نسبت او طبق ماده تحقیر جسد فوتیدگان و ویران نمودن آرامگاه پرونده جنایی آغاز شد. فرد متهم به هنگام بازپرسی گفت که از روی اعتقاد دینی به این عمل دست داده است. من در تلویزیون برنامه را تماشا کردم. آنجا به سوالیان که آیا ممکن است در بالای قبر سنگ مزار بگذارند چنین پاسخ دادند که برای مرده ها این باری وزنین است. خواستم آنها را از باری وزنین آزاد کنم. آقسقال‌های محلی از آن نگرانند که جوانان اکثرا چنین عمل را بنابر نداشتن دانش دینی صادر می‌کنند. با گفته آنها این بیسوادی باعث آن می شود که افکار آنها را عقاید افراطی پر می کند. و تخمین کنشبک سلیمانوف سنگ‌های مزار با فرمان افراد علاهیده تخریب شدند. حتی نفری که بیماری روانی دارد یا آدمان مست به این کار دست نمیزنند. یک نفر نمیتوانست چنین کاری را بکند. نمیتوان گفت که همه جوانان مذهبی و افراطی اند. فرمان مشخص بود. ظاهرا مولای ما یک روزی پیش در این باره شنیده بود ولی به کسی نگفت. ما را به بیعملی ابدار کرده از وظیفه اش آزاد کردیم. امام خطیب محلی پنهان نمی‌دارد که به هنگام امر معروف به نمازگزاران تاکید می‌کند که طبق قوانین شریعت گذاشتن سنگ مزار درست نیست. شریعت گذاشتن سنگ مزار را منع کرده است. ما در همه جا در این باره میگوییم. مذهب حنفی ما گذاشتن سنگ مزار را منع میکند ولی سنگ‌هایی که گذاشته شدند مالکیت شخصی محسوب میشوند و تخریب آنها را مذهب ما اجازت نمیدهد. ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند. هیچ کس این را نمیگوید. مقامات پلیس میگویند باید میان اهالی کارهای فهماندهی را بیشتر کرد و این تنها وظیفه کارمندان حفظ حقوق نیست. چون این حادثه ها بنابر درک نکردن اسلام عنعنوی به عمل می آیند. کارهای فهماندهی را باید روحانیان انجام بدهند. این شخص با رفتارش درد نفرانی را که نزدیکانشان را از دست دادند بیشتر کرد. این حادثه در قرقیزستان بی سابقه نیست. چند سال پیش در ولایت بادکن هم قبرها را ویران کرده بودند. در یکی از ناحیه‌های آش امام خطیبان حتی گذاشتن سنگ مزار را منع کرده فرمان دادند که سنگ‌های موجوده را برچینند.